Mesela pardon kanka derken şarkı tozan mekanı ki peş kanını ki ozuro ka teze tozan mekanı ka kamutum ya kırıcı da has. Misal peş domo etajo da hasan ama mesela pardon kama kagami bezebi şamiyayo abo fonda tozagi teze tozak اون شپیرگی ما جو ناخه ما این چیزا مشاهده میکنم لیکن ما گناهگار اهالی را حساب میکنم گناهگار حساب نمیکنم اون مؤسسه هایی که برای تازگی برای پرتوها را سر وقت بردن سبب های گناه در اونجا مثال مبلغشون نمیرسه یا اینکه مثال ماشین نمیرسه این چیزا را ما تحلیل کردنی نیستم لیکن اهالی ما چرا پرتوگاه ها معین برای هر یک کوچه جو هست لیکن همو را در همو جای معین جدا شدگی همو جدا نمی پرتوین راه رو دا کودکا بسیار وقت پرتو در اویله در همه خاندان کودک میفرمان او را نمیگن پدر و مادرها که شما کجا دا پرتوفتین پرتوگاه درون همو دا پرتوفتین یا یگان جدا برده همه چیزا را من مشاهده کرده بسیار افسوس میخورم که پدر و مادرای ما کلانای همه اویله ها همه چیزا بی‌پروایی ظاهر میکنن خالقش با تمام خودمون با تو داشتیم که مثال یک خواهد نگیره سنا پارتای سنا کنه خودمون اونجا سپیشال اون چیزا موندگیه برای ما پارتا جا پارتا میشه ما خودمون تو زاگیره باید کنیم خیلی خدا خیلی میشه آینده من کم خیلی وقتاش هم مشاهده میشه خیلی در جو بدوزن روزگر یا کدام در درونی همین شهر بسیار هم خیلی کارو میشه همین روزگر یا ما اصلا در اینجا مهمونیم ما شهر دوشنبه ما ساختمانچی در اینجا کار میکنیم عامل افلاسایی اصلا همون آدم به تربیت همین آدم تربیت داشته باشه افلاس هم نمیشه آدم اگر تربیت داشته باشه کمبودی هم نمیشه و اصلا عامل اساسی اویله میشه اگر تربیت در اویله نباشه همش درست میشه اگر نباشه همش کمبودی اکثر اویله سر میشه آقا ما اینجا نیستیم نمیدونیم دو چی بخواهیم حالت تازگی سانیتری این آب روی وطن ما های آب روی شهر ما های تازگی را باید همه رعایت کنه تازگی برای سلامتی است اول خیلی میستود نمی چی مسرو میستود روز میگیرن همش توزا همش